رقابت و داور صدای خود را بلند می‌گرداند. رقابت دسته‌های استرافشان و حوصلات که این بازی دور دوم است. دسته استرافشان با پرواز بازی داشت و 2-2 بازی جنببست گردید. استرافشان در سفر بازی کرد، ضربه و ببینید که چگونه ضربه زیبا با طولانی باعث فوتبالباز بود، به یگان دسته دیگر نگذشت، در همان دسته بود و بعدا باعث سرمربی کار فعالیت کرد و کار خوب کرد. امکانیت برای دسته استرافشان وجود دارد، بهترین فرصت برای زدن گل، ضربه و ماتروسوف این وضعیت پرتاب به داخل جریمه‌گاه، فرصتی خوب و این وضعیت برطرف کرده می شود. عبدالفتاح خدادادزاده در کنار با تو برسالیو به داخل جریمه‌گاه، فرصت خوب ضربه زنی وجود دارد و از پا میافتد اینجا فوتبالبازی دسته استرافشان. داور با کدام قرار میآید؟ کارت زرد در دستی اوست. صلاح الدین ارگاشف توپ را میگیرد، ارسالیو و وضعیت خیلی خوفناک بود. هجوم ادامه دارد، پرتاب به داخل جریمه‌گاه، فرصت خوب و از موقع خود حمله نوبتی دسته استرافشان. شفقت حاتم امکانیت خوب برای او و اینجا هم بعد شفقت حاتم خوب بازی کرد. تلاش‌های نوبتی تلقین ارگاشف و او توپ را نگاه داشتن توانست. خیلی خوب با 3 نفر بر ضد او، ولی تکنیک خوب دارد این بازیگر. حمله نوبتی، ضربه، نه این پرتاب است، امکانیت خیلی خوب، ضربه و چگونه این حالت با گل انجام نیافت. بهترین فرصتی گل. شرف صالحов ارسالیو بعد داخل جریمه‌گاه، ضربه و اکنون امکانیت 100% گلزنی برای دسته پاس جوزف اکامادی به خط هجوم. برته مبارزه او ارسال به خط حمله، امکانیت خیلی عالی شرفجان صالحов و او به توپ نرسید. هجوم نوبتی استرافشان، پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه و دروازه‌بان ماتروسوف برطرف می‌کند این ضربه را. پرتاب به خط هجوم، فرصت خوب برای گل زدن اینجا پیدا می شود و در خط دفاع فرصت خوب ضربه زنی، ضربه اجرا می‌گردد و این وضعیت برطرف می‌گردد. تو همین دم لحظه بس برانگیز در کوریو دیده نشد. ضربه به طرف دروازه، امکانیت عالی و این حالت هم با گل انجام نمی‌یابد. ناقدر گیم قلای ضربه درست را به طرف دروازه اجرا کند. ارسال به داخل جریمه‌گاه، ضربه و امکان ضربه زنی تو هنوز هم وجود دارد. جولیوس کواسی، فرصت خیلی خوب و عبدالفتاح خدادادزاده به حمله. توجه نوبتی به خط حمله، امکانیت است برای دوام دادن هجوم، چرا خود ضربه نزد. جولیوس کواسی اکامادی با توپ، ضربه و که در آن دستای مذکور با رقیبان زیرین بازی خواهند کرد. بعد از این هجوم خواهم گفت توپ را بوی به بنا کردن قاعده بازی بود، میتوان حمله را ادامه داد. ضربه چی لازم بود؟ حمله 3-3 بود. اینجا مارادونا سفروف در خط دفاع قرار داشت و این وضعیت را درست پای برد. همین طریق دوستان ارجمند داور صدای خود را بلند می‌گرداند. از رقابت دوری دوم لیگ عالی مملکت استرافشان 1 امتیاز و حوصلات 1 امتیاز میگیرند.